اعتکاف روزی 20 رمضان روزانه بعد نماز عصر می دراید شام نشده و بیگاهی اید می براید، یعنی که خفتن وقت شام که خواندید مثلا در بعضی کشورها حالی معلوم نیست پگاه اید است یا نه. شام کدی معلوم اگر بعد شام اعلان کنن که فردا اید است براید بعد شام. اگر خفتنند معلوم شود مثلا حالی خفتن شده است حالی معلوم نیست که فردا اید است یا فردا 30 رمضان است. رمضان امسال 29 روز است یا 30 روز است، این روزی 29 معلوم میشد. برای اون که ماه شوال اگر بینند اعلام میکنند که فردا اید است، نبینند همون شب تراویح میخوانند. خفتن میخوانید، بعد خفتن امام اگر استو گوید یعنی نماز تراویح گودگر، این دلالت میکند که پگاه 30 رمضان است، با اعتکاف میشینید. یعنی که شب اید که در آمد شما اعتکاف میبراید یا 29 روز رمضان بیگاهش معلوم میشد که فردا اید، معلوم که شد که فردا اید میبراید.